امروز 30 اکتبر، یک روز مونده به جشن هالووینه و جشن هالووین اینقدر در آمریکا مهمه که آدما روزها قبل و هفته‌ها قبل خودشون رو برای اون روز آماده میکنن. خیلی از خونه ها همونجوری که یک نمونهش رو پشت سر من الان میبینید، از هفته‌ها قبل تزیینات بیرونی خونهشون رو متناسب با حال و هوای هالووینی میکنن و توی خود روز هالووین هم آدما با پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب و نسبتاً ترسناک به خیابون و محل کار و دانشگاه و غیره میرن تا این روز رو با هم جشن میگیرن. قبل از اینکه به سراغ گزارش اصلی یعنی فردا و روز هالووین بریم، بذارید با دیدن بعضی از این خونه ها یک نگاهی به تاریخچه هالووین داشته باشیم. هالووین مخفف هالوز ایونینگ به معنای شب قدیسانه و فلسفی شکل‌گیری اون پاسداشت یاد و دعا برای تمامی مردگان هست. در گذشته اعتقاد بر این بوده در این روز روح مردگان برای میهمانی به خونه‌های قبلی خودشون برمیگردن. هرچند بین مسیحی یا سلتی بودن ریشه‌های هالووین بین مورخین اختلاف نظر وجود داره، ولی چیزی که امروز از هالووین حداقل در اینجا یعنی آمریکا به جا مونده، بیش از این که مذهبی باشه، بیشتر جنبه اجتماعی و نمایش عمومی داره. البته رگ و ریشه های مذهبی این مراسم مثل پوشیدن لباس اسکلت و نمادهای مربوط به برداشت محصول اون، مثل استفاده از کدو تنبل برای تزیین خونه ها رو همچنان میشه در این مراسم دید. همونطور که میبینید اسکلت، تار عنکبوت، جادوگر، سنگ قبر و کدو تنبل از مهمترین نمادهایی هست که آمریکایی ها از اونها برای تزیین نمای بیرونی خونه‌شون در این روز استفاده میکنن. هالووین در آمریکا بیشتر یک رویداد خانوادگی با محوریت کودکانه. بچه‌ها توی این روز لباس‌های عجیب و غریب میپوشن و به خونه و مغازه‌های اطراف خونه‌شون میرن تا از صاحب خونه یا صاحب مغازه شیرینی و شکلات بگیرن. به این رسم که مهمترین رسم روز هالووین هم هست، تریک اور تریت، به معنای مجازات یا جایزه میگن که بچه‌ها با پرسش این سوال از صاحب خونه ها اونها را بین دادن شیرینی و شکلات یا گرفتن یک مجازات و تنبیه مخیر میکنن. جالب این که رسم تریک اور تریت بسیار شبیه رسم قدیمی قاشق زنی ما ایرانی هاست که توی اون افراد به خصوص کودکان با انداختن پارچه‌ای بر سر یا نقابی بر صورت در شب چهارشنبه سوری برای گرفتن آش، آجیل، پول و غیره به خونه‌های همسایه ها می رفتن. جالبتر این که رسم قاشق زنی ایرانی ها هم مثل جشن هالووین ریشه در پاسداشت یاد درگذشتگان و مردگان داره. امروز هم که 31 اکتبر روز اصلی هالووین، توی همه شهرهای آمریکا یه سری رویداد و ایونت مختلف وجود داره. اینجا شهر وست اورنج ایالت نیوجرسی است و همونجوری که پشت صحنه می‌بینید آدم‌ها با لباس‌ها و کاستوم‌های مختلف و عجیب و غریب توی شهر حضور دارن و دور هم جشن می‌گیرن. اون چیزی هم که پشت سر من مشاهده می‌کنید همون رسم تریک اور تریته که بچه‌ها میان شکلات دریافت می‌کنن. یکی از داستان‌هایی که درباره فلسفی شکل‌گیری این روز وجود داره اینه که مرز بین دنیای مردگان و زندگان خیلی باریک میشه و روح‌های سرگردان از اون دنیا میتونن به دنیای ما و دنیای زندگان بیان. بخاطر همین افراد لباس‌های عجیب و غریب میپوشن تا این روح‌های خبیث و سرگردان رو بتونن از خودشون فراری بدن. یکی از مهمترین نمادهایی که توی روز هالووین وجود داره این کدو تنبل هایی که توش خالی میکنن و شکل‌های ترسناک بهش میدن که اینجا بهش میگن جک او لنترن، یعنی همون فانوس جک. و طبق
داستان‌های فولکلور جک یک انسان شیادی بوده که توی یکی از کلاهبرداریاش میتونه شیطان رو در دام بندازه و شیطان بهش قول میده اگر اون رو آزاد کنه اون رو به جهنم راه نده و وقتی که جک میمیره چون آدم شیاد و دزدی بوده خب طبیعتا به بهشت نمیتونسته بره و شیطان هم اون رو به جهنم راه نمیده و بین بهشت و جهنم گیر میفته و از شیطان میپرسه که تکلیف من چی میشه؟ تاریکه. شیطان یک شراره‌ای به سمتش پرت میکنه و جک اون رو توی شلغم خودش میذاره که یک راهنما و روشنایی برای خودش باشه که بعدها این رسم هالووین وقتی به آمریکا وارد میشه چون توی کدو تنبل میشده راحت‌تر نقش و نگار گذاشت از شلغم به کدو تنبل این نماد تغییر پیدا میکنه و اینجوری میشه که این داستان همچنان بعد از سالها توی زندگی آدما توی آمریکا جریان داره. این هم در واقع تریفی است که من از این پشت خودم گرفتم و رسم تریف اور تریس رو هم اینجا به جا آوردم. الان من این تریفه رو باز کردم متوجه شدم که یک سیبه و یکی از رسمایی که توی روز هالووین دارن اینه که سیب رو بدون استفاده از دستشون بدون که بگیرنش باید گاز بزنن. یکی از رسمای دیگه‌ای که حالا در همین روز اجرا میکنن روشن کردن آتیشه که باز هم یک تشابهاتی بین چهارشنبه سوری خودمون و هالووین اینجا به چشم میاد. الان این خانم مسنی که پشت سر منه این لباسی که پوشیده الهام گرفته از فیلم باربیه. خیلی از لباسایی که افراد توی این جشن میپوشن الهام گرفته از فیلم‌های سینمایی هالیوود یک سال منتهی به جشن هالووین است. خب این هم از گزارش روز هالووین 2023 آمریکا. با دیدن قسمت‌هایی از جشن و دور همی مردم این گزارش رو به پایان میبرم. اگه به این سبک از گزارش‌ها علاقه دارید میتونید با مشترک شدن و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب من گزارش‌های قبلی من رو مشاهده کنید و گزارش‌های آینده من رو هم از دست ندید.